سلام علیکم مردم. امیدوارم که خسته نباشه در این ماه بزرگ. چی گفتنیم؟ من میخوام که مردمی که مخالف هستن بیاین اما کلونا بیاین ترجع هم بشین، یک بار سر یک میز بشینیم، یک صحبت بکنیم که چی کار میکنیم، کردنیم یا که یکان کار یا که نه. همین چیزا من میخوام که این مخالفین سر یک میز بشینیم در همین اروپا بدگیاش بیاین همین کار یک بار بکنیم به یک نتیجه بیاین. محمد اقبال را در باره مثال کمک برای مبارزه نگاه کنه که مردم ما واقعا هم کارهایی که باید حکومت بکنش مردم میکند. وقتی که مردم بکنه کارها را حکومت در ما چی در کاره؟ مثال راه اسفال میکنن، نمیدونم مکتوب ساز میکنن، مکتب ساز میکنن. این چیزا را باید حکومت بکنه، نه اینکه مردم. اگر مردم بکنه حکومت چی در کاره دمو؟ نمیمونم آزاد مونه نگذاره در یکان ساحه یکان کار میکنن. مثال نواق مونه میگیره، مثال مکتب میسازیم، نمیدونم بالنیسه میسازیم، راه اسفال میکنیم، یکان امتیاز ما نداریم. به همین خاطر ما نمیخواهیم میخواهیم که رژیم باید این رژیم بروه. به همین خاطر مردم باید این چرا خوب درک بکنه که ما باید یک کاری بکنیم که رحمان پای یک طرفه بکنیم، برای که رژیم همه کار نسبت ما رها دید، همه کار نسبت ما کرد، همه عنوان ما را داد. ما متاسفانه امروز خاموشیم. در اروپا اومدگی میدونم جانباش کردگیم چای کهو در پیشمون. بعض انسان ها فراموش کردگیم که برای چی آمدگی ان اروپا. به خود من همین که راست میگم که بعض انسان ها آمدگی فراموش کردگیم که برای چی آمدگی ان اروپا. بیا یک کار بکنیم اخی. اگر نمیکنه های باید خود همون یک دیگر بکنه. من راستیش به همه چند نفرها بودم که همین نفرها یکان کار میکنن، من قطعی همینا خوش میشن، لیکن نگاه میکنم یکان آدم در فکری یکان کار کردن نه. به همین خاطر دعوت من همینه که اهم مخالفین همین کلوناش که بیایه سر یک میز بشینیم، شما دعوت کنه من میام، یا که اینه من دعوت آن میکنم بیایه سر یک میز بشینیم، خواهد در ایپی صحبت بکنیم، خواهد غیر ایپی صحبت بکنیم، یک کاری بکنیم که یک برنامه بکشیم. خدمه راکی باشه بیایه بریم یکان کار بکنیم، خدمه یکان کار کردنی نباشه. خیلی دیگه توقعاتم بخدا باید میشید دیگه میدان ایداله را کسی چی کاری میکنه. من نمیگم که من یکان گرینیم اگر میرم یکان کار میکنم. راست من میخوام که منینیو شما را بفهمم که شما یکان کار میکنه یا که نه. اگر نه توقعاتم دیگه بخدا من دیگه میرم. والله قسم اگر دروغ بگم در همین روزادار آماده هم که برم یک قدم پیش. درست منو بفهمه که من میگم که من میرم. بسیار نفرها میخواهم بروم. راست من لیجم بسیار مینوس ها دیدم در اروپا که مردم مخالف ما نتونستن مردم از سرجم کرده. ما نگاه که 10 سال زیادتر میشه که مردم مخالف در اروپا های ما نتونستیم که یک جمعیت بسازیم. که بیایه که یک جمعیت تاجیکا در همین اروپا هستن، در لبای منطقه اروپا. ما ای ترکا را میبینیم، ای کوردا را میبینیم، ای بنگلادشی را میبینیم، ای دیگر ملت ها را میبینیم. متاسفانه همون نیست. برای چی؟ ما خودمون ساخته نتونستیم در اروپا. به همین خاطر مینوس ها بسیار هم. من نمیخوام هر یک قدم اون مینوس ها من یادرس بکنم.
به همین خاطر باید ما سرجم بشیم مردم مخالف. دعوت من همینه که یا که شما دعوت بکنید سرجم بشیم، 5-6 نفره که کلون ها هستن همون ها سر یک مسئله بیاییم، یا که خیلی دیگه دعوت نکنید، توکلتون به خدا باید ما یک کار بکنیم. درسته همین شب و روزا نگاه میکنم در شبکه‌های اجتماعی گپ‌ها زیادن نسبت این طرف و اون طرف. من میخوام که همین چیز خاتمه بیاورد برای ما، برای من علیچه هر بایکی. مثال ما حکومتی ها چی میگن؟ ما چند مخالفه که هستیم، مثال انتخاب بکنیم یک نفر، اما دلون مردمی ما رنگ رحمانوف اومده شده سجا بیای رنگ رحمانوف نشیم. ما اگر رنگ رحمانوف باشیم بعد پس بین ما و رحمانوف چی فرق داره؟ ما میخوایم که یک نظام بسازیم که مردمی باشه، یک نظام باشه که مردم گپی خچه گفته بتونن. متاسفانه امروز یک آدم اگر یک چی بگوی نمیدونم در یک زمان بگن به سوگیرکاش زنگ بزنن یا که می نویسن بگن که این کارا نکن این کارا نکن. برادر عزیز، ما نظامی مردمی میخواهیم یا که ما نظام مردمی میخواهیم یا که با هم رنگ هم رحمان خوره دیکتاتوری. ما شانسی همه خوب های دست میتیم آزی وقتی انقلاب در تاجیکستان هر دو دیر میشوه. برای که شما تماشا بکنه مردم که سوریه ده روسیه بد نتونید، ایران هم بد نتونید یکان کار کردن. اون مرکای مخالفی خیستن سرجم شدن یک کار کردن. روسیه آزی زای میته، دست روسیه نمیرسه به مو. روسیه کمک کردن نمیتونه رحمان خواه اگر ما مردم بخیزیم نمیتونه رحمان خواه اردم کرده. برای که روسیه زای میته در اوکراینه. به همین خاطر باید ما ترجم بشیم یک کار بکنیم. اگر یکون کار نکنیم والله ما این شانس دست میتیم دیگه اخلاقی شانس نمیوه. روسیه اگر پبیدید کنه اوکراینه را 1000 سال دیگه من نمیگه پشمو را میگم که ما 1000 سال دیگه در همه اروپا میمونیم. یکان آدم یکان کار کرده نمیتونه. حاضر بهترین شانس هست که ما یکان کار کرده میتونیم. به همین خاطر دعوت من همین است که بازم میگم که مخالفین کسانی که در آلمان هسته بیاید سر یک میز بشینیم دیگراشا بگیم آنلاینی دعوت میکنیم، یک سر یک میز بیاییم یک صحبت میکنیم یک برنامه میکنیم کو یکان کار کردنیم یا که نه. اگر نه خیلی دیگه توکلتون به خدا میگم کو دیگه بعد میدان وزید که دلی را کسی که رفت داد گریف دیگه تمام کاری هوایه. به همین خاطر دعوت من همین بود که بیایید ترجم بشیم یک کار بکنیم. چی گفتنیم؟ رمضان های راستش جا مناسب هم نبود که مثال بستم صحبت بکنم. از یک سفر دارم انشاءالله که اومد اگر همیشه یکان نفر باشه انشاءالله که با صحبت بکنیم کمتر. اگر نه خیلی انشاءالله که خدمت چند دقیقه دیگه وقت دارم. خب حکمت هم اطلاع بولای ما رها دید، ما خاموشه. سلامت باشی برادر عبدالخلیل، الله حفظت کنه و خداوند موفقیت و پیروزی را نصیب و روزی ما انشاءالله بگردانه. انشاءالله دعا کنید در این شبای مبارک تا که الله سبحانه و تعالی ما و شما را موفقیت و پیروزی را نصیب من بگردانه برادر. انشاءالله شب قدر انشاءالله دعا میکنیم. انشاءالله در دعامون میگیم که انشاءالله خداوند این ظالم اثر ما دور بکنه. دعا کنه خداوند ظلم اثر ما دور کنه. دعا کنه خداوند
افرادی که هدف و دل نیت پاک دارند بتوانند که این مردم را سرجم کنند. هر کسی که هدف و مراد و مقصودش مقصد شخصی دارد، الله اون هرگز به موفقیت نرساند. هر کسی که میخواهد کار برای شخصی خودش آیلش تنها کند، هیچ وقت او را الله موفق نکند. در دعاتون فراموش نکنید، همه وقت دعا کنید که الله حق نشانم بودی و من پیرو حق کرد. ای الله، من اگر همین راه مبارزه بر علیه رحمان و حق باشه، من میخواهم که در همین راه باشم. اگر همین راه باطل باشه، پس من در این راه نگردان. دعا کنید در این شبا ان شاء الله که الله سبحانه و تعالی یعنی که دعاهای ما هر وقت اجابت میکنه. سلامت باشه برادر عبدالخلیق. الله نگهبان. سلام علیکم. خوب، بیننده عزیز گرامی، در اخیر در قضیه